سلام خدمت همه دوستان مخاطبین عزیزم. به کانال خودتون خوش اومدین. من امید هستم. امروز قراره که راجع به سایت کوین مارکت کل باتون صحبت کنم. این سایت خیلی مهمه توی ارزهای دیجیتال و باهاش تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال رو انجام میدن که هم میتونید توش اخبار ارزهای دیجیتال و اخبار NFT و هم میتونید راجع به رویدادهای قرار راجع به ارزهای مختلف در آینده اتفاق بیفته رو شما ازشون اطلاع پیدا کنید. خب دوستان، ما برای این که بدونیم برای یک ارز قرار چه اتفاقی بیفته، ما باید اون ارز رو هم از نظر بنیادی و هم از نظر تکنیکالی بررسی کنیم. تحلیل بنیادی در واقع میاد به ما میگه که برای اون ارز قراره چه اتفاقاتی در آینده رخ بده. خب قراره مثلا لیست بشه توی صرافی یا نه، یا این ارز قراره تو چه زمینه‌ای کار بکنه اصلا. در کل آیا از نظر بنیادی ارزی هست که بشه روش حساب کرد یا نه. حالا یک سری چیزها از نظر بنیادی روی در واقع قیمت اون ارز تأثیر دارن. اولین چیزی که روی اون تأثیر داره لیست شدن توی صرافی دوستان. پس وقتی ارزی خبری راجع بهش میاد که قراره مثلا توی تاریخی توی صرافی بایننس لیست بشه، بچه قیمت اون ارز افزایش پیدا میکنه. خب و همچنین برعکسش هم باعث ریزش قیمت اون ارز میشه که این که یک ارزی از یک صرافی خارج بشه، آن لیست بشه از یک صرافی. خب دومین چیزی که باعث میشه قیمت یک ارز افزایش پیدا کنه دوستان توکن سوزیه. به طور مثال فرض کنید یک ارزی موقع ارزش 100,000 تا از اون ارز عرضه شده به بازار، درسته؟ بعد کسی که اون ارز رو درست کرده بعد از یک سال میاد میگه که آقا من میخوام 50,000 تا از این ارز رو از بین ببرم و شروع میکنه به سوزاندن اون 50,000 تا ارز. این باعث میشه که اون ارز کمیابتر بشه و قیمتش رشد کنه. اوکی؟ و سومین چیزی که باعث افزایش قیمت یک ارز میشه اینه که یک پلن هایی راجع به اون ارز در آینده وجود داشته باشه. مثلا میان میگن که این ارز در فلان تاریخ قراره توی یک پروژه‌ای لانچ بشه، یا قراره که یک پروژه‌ای که مثلا اون ارز قراره توی یک حوزه‌ای کار کنه رو ما بیایم لانچش کنیم روی اون ارز. دوستان این سه دلیل ممکنه باعث افزایش قیمت اون ارز بشن که ما میتونیم اون ایونت ها و اون اتفاق هایی که قراره در آینده برای ارزهای مختلف اتفاق بیفته از این سایت کوین مارکت کل استخراج بکنیم و تاریخ ها رو بدونیم که در قرار تو چه تاریخی چه اتفاق هایی بیفته. خب بچه ها، من این سایت رو از بالا شروع میکنم به توضیح دادن براتون. اولین گزینه‌ای که وجود داره کوین اند توکنزه که میاد اخبار و در واقع مسائل بنیادی کوین ها و توکن هایی که مربوط به ارز دیجیتال هستن رو توضیح میده. اگر روی این گزینه بزنید NFT collections میاد اخبار بنیادی مربوط به کالکشن های NFT رو براتون توضیح میده. دوستانی که نمیدونن NFT چی هستش، من یک ویدیو درست کردم، توی ویدیوهای قبلیم هست، تو اونجا NFT رو مختصر براتون توضیح دادم. دوستان این گزینه ترندینگ اخباری هستش که یا اتفاقهایی هستش که خیلی ترند شدن. مثلا برای ارز ARI اگر روی این گزینه ما کلیک بکنیم نمیشه که توی تاریخ 31 اکتبر 2023 توکنومیکس چنج رو دارن. بچه توکنومیک چنج یعنی اینکه از نظر عرضه و تقاضا قرار یک اتفاقاتی تو این ارز بیفته، حالا یا توکن سوزی بکنن یا کار دیگه‌ای داشته باشن، حالا اون دیگه واقعا نمیدونم، ولی تاریخی که الان دارم این فیلم رو براتون ضبط میکنم 5 اکتبر و 31 اکتبر قرار این اتفاق برای این ارز بیفته. خب یه قسمت بعدی قسمت سایگنیفیکانت هست، یعنی اخباری که حالا به نسبت مهم هستن ولی نسبت به این ترندینگ‌ها کمتر مهمن. اولین خبری که داریم راجع به HBAR
که نوشته 6 اکتبر و 8 اکتبر 2023. 6 تا 8 اکتبر 2023 بچه‌ها میتاپ دارم، یه جلسه‌ای دارم راجع به این ارز. و قسمت بعدی اخبار هات هست که میبینیم اولین ارزی که حالا اخبار داغی که روش دارن و مربوط به این ارز DSLR. قسمت بعدی کنهایی که داره پتانسیل هستن رو میاد میذاره اخبارش رو. خب و اولین کنی هم که اومده گذاشته ARI که خبرش رو ما دیدیم توی قسمت ترند ها که یک خبری داشت توی فکر میکنم 31 اکتبر اگر باز کنه. بله 31 اکتبر بچه تغییرات عرضه و تقاضا دارن که خیلی هم ترند شده. خب این قسمت چیز مهمی که داره میخوام براتون توضیح بدم بچه این یه توی قسمت upcoming events ها. خب یعنی اتفاقهایی که قرار بیان، یعنی تاریخ هایی که اعلام شده که چه اتفاقاتی برای هر ارزی اتفاق خواهد افتاد. دوستان ببینید قبل از این که اون تاریخ سررسید اتفاق یک ارزی برسه، اگر اون اتفاق خوب باشه 10 روز قبلش قیمت اون ارز افزایش پیدا میکنه. یعنی حتما تو اون تاریخ قرار نیست قیمت افزایش پیدا کنه. خب چون اخبار زودتر تاثیر میذارن روی بازار. شما تنها کاری که باید بکنید چیه؟ اینه که شما بیاد این تاریخ رو روش کلیک کنید، مثلا بزنید از 10 اکتبر، امروز این فیلم براتون ضبط میکنم بچه‌ها 5 اکتبر، شما میتونید از 10 اکتبر بزنید تا 30 نوامبر که فقط اخباری که تو این بازه زمانی هست به شما نشون داده بشه. خب بعد سرچ رو میزنید و فقط اخباری که تو این بازه زمانی هست برای شما نشون داده میشه. اخبار مختلف راجع به ارزهای مختلف که حالا اگر طبق اون چیزهایی که بهتون گفتم اگر اخبار خوب باشه میتونید اون ارز سرمایه گذاری کنید. مثلا این در واقع این ارز یه لیستینگی داره که میتونه مثلا باعث افزایش قیمتش بشه. دوستان عزیزم نکته مهمی که فقط وجود داره فقط همینه، این که شما بیاید اینجا تاریخ رو تنظیم کنید از چه تاریخی تا چه تاریخی بهتون این اتفاقهایی که قرار اتفاق بیفته در آینده روی ارزهای مختلف رو بهتون نشون بده. و یک گزینه هم این بالا داریم. این بالا من اگر اینجا کلیک کنم رنکینگ رو اگر بزنید خب رنکینگ ارزهای دیجیتال براتون میاره که از سایت کوین مارکت کپ هم میتونستید رو ببینید. این بالا یک گزینه داره به نام هایلایت. خب توی هایلایت هم که همون اخبار ترند و اخبار مهم و داغ و ارزهایی که پتانسیل خوبی برای رشد دارن رو میتونستید تو این کار ببینید. و گزینه بعدی گزینه نوزه که مربوط به اخبار ارزهای دیجیتال. حالا اگه بخواید اخبار NFT ها رو دنبال کنید میتونید این گزینه بزنید و اخبار NFT ها رو دنبال کنید ببینید چه خبرهایی راجع به NFT ها و ارزهای دیجیتال وجود داره. خب من وارد همون قسمت هایلایت میشم. بچه‌ها به طور مثلا من این ارز HBAR رو من روش اگر کلیک کنم یک جلسه ای دارن توی تاریخ 6 اکتبر تا 8 اکتبر 2023، یعنی از فردا این جلسه شروع میشه و 2 روز دیگه. و اینکه حالا من نمیدونم این جلسه آیا اخبار مثبتی ازش بیرون میاد یا اخبار منفی قراره بیرون بیاد، ولی اگر اخبار مثبتی ازش بیرون بیاد خب تاثیر داره روی قیمت این ارز. حالا من اینو از نظر بنیادی بررسی کردم. فرض کنید که حالا قرار اخبار مثبتی ازش بیرون بیاد و می‌بینیم از نظر بنیادی اوکی هست. حالا ما باید بیایم از نظر تکنیکالی بررسیش کنیم. میایم وارد سایت تریدینگ ویو میشیم که حالا من از قبل اینجا تریدینگ ویو رو دارم. HBAR رو من سرچ میکنم. حالا از صرافی بایننس نگاش میکنم. بچه تایم هم میذارم رو تایم هفتگی.
حالا من اینا رو از قبل کشیدم، اینا رو پاک میکنم که به شما نشون بدم. خب دوستان میبینم که آقا اینجا یک الگوی کنجی اتفاق افتاده. بعدش قیمت اومده بین این دو ناحیه بچه رنج شده بین این دو حمایت و مقاومت. خب دوستان میبینیم که قیمت در کف تیار خودش و کف اون الگوی کنج ما قرار داره. خب پس من اینجا اگر بخوام روی این ارز سرمایه گذاری کنم به نظرم شرایط خوبیه برای خریدن این ارز، چون هم میتاپ دارن و اگر از اون میتاپ خبرهای خوبی در بیاد باعث افزایش قیمت میشه و از نظر بنیادی اوکی هستش و از نظر تکنیکال هم که من اومدم بررسیش کردم می‌بینم از نظر تکنیکال هم جای خوبی هست برای خرید. پس این ارز رو میشه خریدش و روش سرمایه گذاری کرد. مرسی که من همراه بودی دوست عزیزم. امیدوارم که این ویدیو بتونه بهت کمک کنه. اگر این ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدا نگهدارتون.